زاد آشوبی زبش مدافع برخورد میکنه. حالا خلیلی موقع بازیکن پرسپولیس در دهانه دروازه و توی دروازه قرار میگیره. چه زمانی گل میزنه این تیم پرسپولیس. چه فوتبالی شده این بازی. دقیقه 96 قهرمان لیگ عوض میشه. چه خبر ورزشگاه آزادی. افشین قطبی رو یکی بعد جلوشو بگیره. یه هوادار اومده اونجا سراغ مهدی واعظی. نگاه کنید چه پایان دراماتیکی داشت این مسابقه. اوج شادی برای هواداران پرسپولیس. سپهر حیدری گم شده بین همه. اینقدر اونجا همه فشار آوردن که اصلا باور نکردنیه. پرسپولیس 2 سپاهان 1. من نمیدونم این همه آدم الان کنار زمین چیکار میکنن. هرچی عکاس و خبرنگار و هر کی که فکرشو کنید الان اونجاست. سپهر حیدری به محبوب ترین چهره هواداران پرسپولیس تبدیل میشه. 2-1 به نفع تیم قرمزپوش. اونجا پژمان نوری هم داره وسط زمین دعوا میکنه بازیکن حریف. همینجور تماشاگر دونه هم میپرن وسط زمین. مسعود زاری اخراج مسعود زاری رفت بیرون از زمین. یه بار دیگه با هم نگاه میکنید. این ضربه محسن خلیلی است. شانسی توپ رسید به کریم باقری. کریم توپ ساند کرد و این ضربه سپهر حیدری حساب کار رو 2-1 میکنه. این سانتش که انجام میشه روی دروازه. این ضربه صد و توپی که در درون دروازه قرار میگیره. اینجا تصاویر خیلی قشنگ هست. دعوا دارن میکنن سعی که کدومشون بغل کنن افشین قطبی رو. عباس آقایی و بهادر عبدی یه بلایی میخوان سر مربیشون در بیارن. واقعا اوج تراژدی برای تیم سپاهان بود این مسابقه. دقیقه 96 اونجا همینجوری دارن کارت میگیرن. دونه دونه بازیکن دارن اخراج میشن. کارت های آقای سعید مظفری وسطش همشون افتادن. عجب بازی شده. چه اتفاقاتی داره میفته اینجا. همه چی افتاد از دست آقای مظفری. کارت ضرب نیکبخت. مسعود زاری من نفهمیدم مثلا چی شد که اخراج شد از بازی. اینورم ویرا داره اعتراض میکنه به داور چهارم این مسابقه. دست پایان مسابقه قهرمانی پرسپولیس در رقابت لیگ برتر و تصاویر افشین قطبی و بقیه اگه ببینید واقعا در نوع خودش جالبه. 2-1 تیم پرسپولیس مسابقه رو برد و قهرمان رقابت لیگ برتر شد.